35 جمع یک یعنی آسیای مرکزی جمع یک. اسم این محفل امسال شاید یکی از شناخته ترین جمع‌آمدهای پرزیدنتان منطقه گردید. We saw a first meeting between Premier Xi Jinping and the five Central Asian presidents as part of the C+C5. ما شاهد ملاقات اول با پرزیدنت چین سی جین پین در چارچوب محفل آسیای مرکزی جمع یک بودیم. بار نخست پرزیدنت جو بایدن ماه سپتامبر با پرزیدنتان همکارش در حاشیه مجمع کل سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. ما دیدیم که اولین جلسه رهبران شورای خلیج و آسیای مرکزی برپا شد. با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. با همتای آلمانیشان ملاقات کردند. دیدیم که پرزیدنتان دولت‌های دیگر به آسیای مرکزی سفر کردند. از فرانسه مکرون به قزاقستان و ازبکستان رفت. جنگ اشغالگرانه روسیه در اوکراین به باور کارشناسان همصحبت رادیو آزادی عظیمترین دلیل افزایش نقش آسیای مرکزی در چشم بازیگران دیگر در صحنه بین المللی گردید. کشورهای غرب نگران آن هستند که مواد تحریم شده بررسی به واسطه کشورهای آسیای میانه آورده نشود. برای همین رهبران غرب پیوسته به سران آسیای میانه و میخورند تا که اون پیش راه این پدیده گرفته شود. دوم پهلو در آن است که در اثر جنگ همون راههای تجارتی که آسیای میانه را با اروپا پیوست میکردند و بیشتر به واسطه سرزمین روسیه میگذشت اکنون بسته چون که روسیه خودش در شکل اتیزو در وضعیت اتیزو وجود دارد و در این مورد اهمیت راههای تجارتی جایگزین که از چین به آسیای میانه به اروپا میگذرد افزایش می‌یابد. پرویز مولاجانوف میگوید با جنگ روسیه ضد اوکراین در منطقه یک خلای به وجود آمد و کشورهای دیگر تلاش دارند همین خلا را با حضور خود پر کنند. Страны Центральной Азии развиваются. В регионе произошло много новых событий, начиная с 2016 года. کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت میکنند. در منطقه بعد سال 2016 حادثه های زیادی نوی رخ داد که جذابیت اقتصادی و سیاسی منطقه را عوض کردند. توجه به این منطقه به ویژه به ازبکستان و قزاقستان بعد تغییر قدرت در سال 2016 و 2019 بیشتر شد. بحران های بیرون هم با سبب پیوند آسیای مرکزی با روسیه به خصوص جنگ در اوکراین و تحریم ها و در انزوا ماندن روسیه دلیل دیگری این توجه است. هر یک بازیگر که خواستار همکاری با آسیای مرکزی است میخواد که یک مقدار صداقت از آنها به دست بیارد. و سوم اینکه وقتی مسئله بحران‌های قدیمی در روابط بین المللی مطرح می شود آسیای مرکزی همیشه جانب مهم باقی میماند. افغانستان که مشکلش رفع نشده است اگر خواهید که درباره چی بودنی آن معلومات داشته باشد بدون آسیای مرکزی کاری کرده نمیتوانید. نقش دو قدرت رقیب چین و ایالات متحده آمریکا به باور ادوارد لیمن افزونتر می شود. از بس که حرکت به سمت انقلاب انرژی سبز است یکی از هدفهای کلان دست کشیدن از گاز کربن می باشد. ضرورت به معدن می افزاید که در بنیاد ماشین‌های الکترونی استفاده می شوند. اوران که برای انرژی اتمی استفاده می شود برای بسیاری از کشورها یک گزینه مهم می شود. دست کشیدن از انگیز در استحصال انرژی هم یکی از هدفها است. استحصال کننده کلانترین اوران در جهان کی است؟ قزاقستان. این واقعیت ها به باور همصحبتان رادیو آزادی بیانگر برتری های منطقه در آینده می باشد. Важный вопрос здесь в том, смогут ли страны Центральной Азии воспользоваться этим интересом к себе. حالا مسئله مهم این است که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از این منفعت‌ها از توجه قدرت‌های دیگر جهانی به خود درست استفاده کرده می‌توانند. آیا همین توجه را که عادلانه گوییم بعد شروع جنگ در اوکراین نسبت آنها پیدا شده است برای تغییرات به کار برده می‌توانند یا نه؟ آیا آنها بحران بیرونه را می توانند بر رشد در آسیای مرکزی روانه کنند، بر رشد همکاری‌های ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی با غرب، چین، ترکیه، کشورهای خلیج؟
به نظر من این وظیفه اساسی کشورها در سال 2024 می باشد. کشورهایی که دست و پا گم کردن نمیدانند با این توجه چیکار کنند. البته این امکانیت را از دست می دهند. تیمور اومروف وضعیت کنونی را یک شانس می نامد که می تواند در صورت استفاده درست باعث افزایش سرمایه به اقتصاد کشورها و بهتر کردن سطح زندگی 58 میلیون اهالی منطقه آسیای مرکزی گردد اگر از کورپسیا و مدیریت نادرست پیشگیری شود.